این یک کمپر ایرانیه که آقا صادق با ظرافت و کیفیت خاصی کمپرشون رو خودشون ساختن. سلام، وقتتون بخیر. سلامتی. درود بر شما. سلامت باشید. خودتون معرفی می‌فرمایید؟ من صادق دیانت هستم. بله. بعد این کمپر رو ساختیم، کمپر اویکو دیلیه. بله. بعد اسمش مونیکاه. با کمک همسرم ساختیم، باهاش سفر میریم. خیلی عالی. چه امکاناتی داره آقا صادق؟ بفرمایید داخل، من متشکرم. بفرمایید. خب بفرمایید که چه امکاناتی داخل داریم؟ امکانات چه یخچال چه داریم، یخچال و لباسشویی و یخچالتون 12 ولت داره. 12 ولت همه اسکوله. بله. بعد لباسشویی 3 کیلوییه. لباسشوییتون 220 ولته؟ بله 220 بعد با چی کار میکنه؟ اینورتر دارین داخل؟ با اینورتر داریم. بله. این اینورتر چند هزار؟ 3000 تمام سینوسیه. لباسشوییتون از لحاظ برق وقتی کار میکنه مثلا برق تو ماشینتون کم نمیاد؟ نه اصلا تا حالا کم نیاوردیم تو یه ساله، نه برق کم آوردیم نه آب. خیلی هم. چند آمپر باتری دارین داخل ماشین؟ ما 300 آمپر باتری داریم مخصوص خود کمپر. بله. بعد 300 تا میگم 700 تا هم پنل داریم. 700 وات تولید کننده پنل داریم. بعد فقط به وسیله پنل شارژ میکنین یا نه از ماشین هم کمک میگیرین؟ نه فقط پنل، ما به ماشین دست نزدیم. لباسشویی که اونجا تعبیه کردین برای مثلا آبگیری و تخلیه آبش مشکل ندارین؟ نه اصلا هیچ مشکلی نداره. لوله کشی شده؟ نه خودش لوله کشی شده، آب میاد تا اون بالا و بعد تخلیه‌اش هم چه راحته. لباسشوییتون اتومات باید باشه؟ اتومات. بله. خوشکن داره؟ بله خوشکن داره. بعد بفهمید دیگه چه امکاناتی دارین؟ بعد یه در اینجا باز کردیم برای ورود به کابین راننده. در از 2 تا دره. بله. بعد بین درامون هم یه آکاردون گذاشتیم. ایزید من نشون بدم به دوستان. بله. این آکاردون رو برای چی گذاشتیم؟ این چون ماشین ما حقیقت تورشنی براش گذاشتیم. بله. برای تکونای تورشن، برای در از اون تنش‌های تورشن رو میگیره این آکاردون. من خیلی از این سبک کامینت ها رو دیدم که تجهیز کردن اطاق رو مستقیم وصلش کردن به اتاق جلو. شما چرا همچین کاری نکردین؟ خب ما همین برامون کفایت بود. اون درس اونجوری یه موقع حالا ترمز بزنیم لوازم میاد رو سر راننده یه موقع. آره. اینجوری خب شما خواستین کلا کابین رو جدا کنید. بله اینجوری حالا به نظر من ایمن‌تره. چون ما این اتاق تورشن گذاشتیم براش. بله. اتاق عقبو بعد نمیشد کل این فضا رو باز کنیم، پس در نهایت همین یه تیکه رو باز کردیم. بله. که از اینجا رفت آمد اضطراری داشته باشیم. پس اتاق عقب یه جورایی از کل سیستم به حساب اتاق جلو جدا شده. بله کلا جدا، مستقل برای خودش. بله. تجهیزات بعدیتون هم توضیح میدم. تجهیزات بعدی چه همین سوپری من براش گذاشتم اینجا. بله. بعد یه چند تا چشو در آوردم. بله. چشو اینجا، یه چند تا هم چشو پایین و در و بعد شیر 2 منظوره براش گذاشتم. یعنی چی؟ آب شستشو، آب خوردن. آها جدا کردم. بله. بعد گاز 2 شعله هم که دیگه اینجا گاز 2 شعله و بله. بعد سیستم برقمون اینجاست. بله. خیلی عالی. کنترل شارژرتون چند آمپره آقا؟ 40 آمپر. 40 آمپر. درود بر شما. بله بفهمید دیگه. بعد 300 آمپر باتری داریم اینجا. یه میز نارخوری برقی داریم که هم این تخت خواب میشه هم کاناپه میشه. میز نارخوری برقیتون چه کار انجام میده؟ چی فقط میز نارخوری که باز میشه هم میز نارخوریمون میشه. بله. و در حالت عادی بدیم پایین. آها برقی بالا پایین میره. بله. درست. بعد میشه کاناپه. نخواهیم هم کاناپه کنیم شب میتونیم بکنیمش تخت خواب. درسته. بعد اینو چشوی باز میشه، تخت خواب هم یه نفر دیگه اینجا میشه. بله یه نفر هم اینجا میتونه بخوابه. بله. امکانات سرمایشی گرمایشی چیا دارین آقا صادق؟ بخار درجا داریم ما. بخار درجا همین دیزلیه. بله. بعد یه برای آب گرم کنم دوباره یه آب گرم کنه دیزلی داریم. آب گرم کنه دیزلی هست. بعد آب گرم کنه دیزلیتون منبع داره یا نه در لحظه گرم در لحظه گرم میکنه. با ضد یخ هم گرم میکنه. در اصل یعنی چطور با ضد یخ؟ در اصل این آب گرم کنه دیزلی
اصولا باید توش ضد یخ باشه درسته. که آب توش نمونه، آب توش بمونه زود از بین میره. یعنی اون یه مدار خودش داره آب داخل خودش گرم میکنه، از طریق مبدل گرما رو بله بله. ما مثلا 80 درجه به همون لحظه ای 80 درجه گرما به آب میدیم به مبدل هپاکو. از اون 60 درجه به ما میده لحظه ای. درسته، متوجه شدم. بعد تخت خواب چند نفره داریم اون آقا؟ تخت خوابمون 2 نفره است. این ثابته دیگه؟ آره ثابته، این 2 نفره است. بله. بعد میرسیم به سرویس حموم دستشویی. متشکرم. اینم سرویس حمام توالتتون هست. توالتتون برقی یا برقی؟ بله برقی خردکن داره. بله. این هم چه کلیدای کنترل همین لوازم برای روشنایی و برای ادواتی که نصب کردیم. پنجره هم دستساز هستش، با همین ورای گالوانیزه ساختم، دادم رنگ کوره‌ای. خیلی عالی. پشه بند هم که داریم، هم پشه بند هم پرده. درود بر شما. کل این کابین رو خودتون درست کردین؟ بله، 0 تا 100 رو خودم با کمک همسرم ساختم. خیلی خوشگل شده، خیلی خوب شده. ان شاءالله که پرسفر باشیم باشه. توضیح می‌فرمایید دیگه چه امکاناتی دارین دیگه؟ حالا یه سری امکانات هم داره، امکانات ماشاءالله. یه سری هم امکانات داره بیرونه ماشین. بله. زحمتتون پس. سلامت باشید. ما یه گارد اینجا درست کردیم. پشت این گارد یه وینچ 8 تن هست که ماشین رو بالاخره از گلیمشو میکشه بیرون. میایم اینور، جعبه‌های آلومینیومیه، اینا همه با آلومینیوم ساخته شده. در از اینجا قسمت هیزممونه، ما هیزم و زغال و اینجور چیزا رو میذاریم. بله. برای همه چی جا تدارک دیدین و همه رو کاملا. اینور کپسولای گازمونه. به به، خیلی عالی. بهترین کارو کردین شما که دیگه کپسولای گازتون هم بیرون از خود کابین هست. بله بله. اینورم دوباره یه سری جعبه چه وسیله رو گذاشتیم، اره و حالا شیلنگ و این داستانا. درسته. بعد ما چون فنی هستیم بعد همیشه ابزار پیش ما باشه. بدون کارگاه در اصل من هیچی هم، این کارگاه باید پیش من باشه همیشه. یه میز کاره بسیار عالی، محکم هم هست. بله کاملا. بعد یه سری ابزار، یه گیره رومیزی بسته میشه، در اصل یه کارگاه کوچولو سیاره. بعد یه دوش بیرونی اینجا گذاشتیم. خیلی عالی، فول امکانات. بعد میریم قسمت این درمون، در از اینجا انباری مونه. به به، چقدر منظم و چقدر همه چی مرتب چیده شده. عالی آقا زاده. بعد این رو توضیح بدم، این رخت آویزه، اینم تولیده حالا بچهای خودمونه که لباسا رو میشوریم ما اینجا پهن میکنیم. از این اگه کسی بخواد آقا صادق موجود داریم. بله بله. خیلی چیز کارآمدیه. بله برای بله. کمپریا خیلی چیز کارآمدیه. از تناب اینا بهتره بالاخره. این یعنی خودتون بله تولید خودمونه. بله تولید خودمونه، تولید انبو هم درست کردیم اینا. این سپر ما تاشو آفرودیه در اصل. بله. بالا که جایی که مثلا شیب و اینا داره بله اونجا گیر نکنه عقب. بعد کریر موتوره که ما این سفر موتور نیاوردیم. این حالا باز میشه با کمک وینچ برقی میاد پایین، موتورم میبریم بالا. یعنی میاد کامل پایین، موتور سوار میشه بعد برقی میره بالا. بله تا این اتفاق قرار میگیره که دیگه خطر هم نشه بشه پشت از لازه بعد اصابتش. بعد یه نوردون هم طراحی کردیم اینجا. این نوردونه یه خورده ظاهر شبیه نوردون نیست ولی باز میکنی میشه نوردون. چه عالی. به ارتفاع پایینش رو چیکار میکنین تا برسیم به پله اولش؟ همون چهارپاییه که برای داخل ماشین میریم اون استفادهش میکنیم. بله اینجا استفاده میشه که راحت بری بالا. درسته. خیلی عالی. بعد اینجا هم که برای آفرود وافل بورد دارین. بعد این ور حالا یه جعبه بغل پایینه، اینا هم چه یه اجاق گاز بیرونی هم داریم ما اینجا که برای پخت پزای بسیار چرب و چیله. بسیار عالی.
بعد این ورم باز میشه دوباره. بعد اون یه چیز از نوردونمون که هست مال راه پلمون میره این داخل ماشین. آها، یعنی همه برای خودشون جا داره. جا داره بله. بعد دوباره یه در ما از این ور داریم. بله، برای هم انباریتون. برای انباری که دسترسیمون راحت باشه. این هم که باید منبع آب شربتون باشه، بله درسته؟ بله. خیلی عالی. بعد سیستم برقمون آب و اینجا هم تأسیسات آبه. آب هست. نه عالیه قربان. برای لوله کشی آبتون از چی استفاده کردین آزاده؟ لوله کشی آب همه تماما استیله. بله. از سر منبع، حتی منبع هم استیله. از ورودی منبع تا خروجی تا سر شیرا، بله. تا مصرف کننده همه استیله. بعد این کمپر یه امکانات دیگه هم داره. تورشن این ماشینه که این ماشین رو خاص میکنه. بعد این ماشین تو تنش‌ها و بعد بالا پایینی ها تو مثلا دستانداز اینا ضربه به اتاق نمیخوره. درسته. بعد شاسی رو همیشه بازی میکنه ولی اتاق ثابت میمونه. اتاق به شاسی به وسیله کلپی وصل نشده. 4 تا یاتاقان در است. حالا ما میگیم یاتاقان ولی تورشن در است. بعد به وسیله 4 تا یاتاقان وصله و تا شاسی خوش نباشه. اتاق هم در است تو دستانداز اینا سر جاش میمونه، ثابت میمونه. بله. که فشاری به اتاق نیاد، به 4 ستون اتاق. درسته. بعد اومدیم این وسط که اتاق از این جداه. بله. ما یه آکاردون گذاشتیم. درسته. که برای رفت آمد داخلمون بعد همون ارتعاشات رو بگیره اون پس آکاردون. دلیلی که اتاق رو وصل نکردیم به اتاق جلو همین است که خواستین این اتاق مستقل باشه. بله بله. بعد تورشن رو بتونیم اجرا کنیم. درسته. خب در خصوص این تراس زیباتون هم میفرمایید؟ تراس هم که چشویی میره داخل زیر شاسی ماشین. بله. سرصدا نداره؟ بله. سرصدا نداره؟ نه سرصدا نداره. اینا هم ریلای یه سری بلبرینجای خاصی گذاشتم من توش. بعدش هم آخر کارم که وقتی این میره داخل میره تو یه سری تفلونای آلمانی من تراشیدم، گاید، حالا بهش میگن گاید. میره داخل گاید این قفل میشه دیگه سر صدا نکنه. خیلی عالی. بعد بازو جمع کردنش چقدر زمان میبره؟ 10 ثانیه میشه انجام بدیم برام ببینیم. مرسی. این تا شو اینم تا میشه برای همه جا استفاده میکنیم. این پلکان هم ساخت خودتونه؟ بله بله بله. اینا میره سر جا. نه یه قفل دیگه دار. افسر جاش. بله. قفل اصلیش. خب اگر تا اینجای ویدیو رو دیدید با کمپر زیبا و خاص آقا صادق تولید آشنا شدید و جالب اینه که این کمپر محصل دستساز خودشون و خانمشون هستش. حالا میخوایم با هم دیگه گفتگو کاملتری داشته باشیم تا نکات فنی رو، حالا که چرا اینجوری ساختن و چی شد که اصلا این ماشین رو به این صورت ساختن رو از زبان خودشون بشنویم. اگر این ویدیو رو دیدین و